سرخط مهمترین خبرها: هلاکت پسر آذرخش و فرزانه در دریای سیر، 1 سامانه برای 1 بیمار، ناراضگی سردختری ناحیه دوستی و طالبان در سمرقند به کشورهای منطقه چه وعده ها دادند؟ درود بینندگان عزیز و خوش آمدید به برنامه نوید بامدادی. امروز 14 اپریل است. همایون کریموف پسر شاعران شناخته آذرخش و فرزانه در دریای سرغ در شهر خوجند غرق شده جان باخته است. حادثه روز 13 اپریل روی داد. مقامات و نزدیکانش هنوز اطلاع ندادند. منبع نزدیک به تشخیص طبی هلاکت او را تصدیق کرد ولی جزئیات حادثه معلوم نیست. همایون فرزند خردی و پسر یگانه آذرخش و فرزانه 21 سال داشت و در شعبه شرق شناسی دانشگاه دولتی شهر خوجند میخواند. در گذشته چند نوار سرودخوانی او با پدر و عمک بچه‌اش فرهمند کریموف به شبکه‌های اجتماعی راه یافت. مراسم ویدا با همایون کریموف امروز ساعت 10 در شهر خوجند در منزل پدرش آذرخش برگزار می شود. سردختر بیمارخانه ناحیه دوستی از جدا شدن مبلغ ناچیز برای بیماران ناراضگی کرده است. سیدالله ملعی‌زاده در صحبت به هفته‌نامه فرج گفته است سال گذشته از بودجه ناحیه برای خرید دارو برای بیماران همگی 29000 سامانی جدا شده است. این مبلغ با گفته سردختر به هر بیمار در یک روز از 95 درم تا 1 سامانی راست می آید. با 1 سامانی در تاجیکستان فقط 1 دارو برای دردسر خریدن ممکن است. سردختر سیدالله ملعی‌زاده گفته است که کمش 300-400 هزار سامانی باید برای داروواری جدا کرده شود، زیرا سال گذشته برای 1 بیمارمان تا 40,000 سامانی مصرف کردیم. ملعی‌زاده همچنین گفته است بیمارخانه مرکزی از مرکز خون ولایت 35-40 هزار سامانی و از داروخانه رقم 4 شهر باختر 10,000 سامانی قرضدار است. سرطبیب گفته است سال روان برای داروی بیماران 75,000 سامانی جدا شد ولی در 3 ماه اول فقط 10,000 سامانی گرفتند که آن هم برای خریدن پلیونک رنتگن و خلور رسید. اما مسئولین بخش مالیه ناحیه دوستی شکایت سرطبیب را رد کردند. سید نظام الدین صمدزاده سردار ریاست مالیه ناحیه دوستی به هفته‌نامه فرج گفته است سال گذشته برای ساحه تندرستی در ناحیه قریب 540 هزار سامانی جدا شده است. از این مبلغ به گفته صمدزاده 102 هزار سامانش برای خریدن دارو بود. طبابت در بیمارخانه های دولتی تاجیکستان شکایت های زیادی را به دنبال دارد. نزدیکان بیماران میگویند همه دارو را تقریبا خودشان میخرند. زمین لرزه ویرانگر که ماه فوریه در شمال و شرقی سوریه خانه های زیادی را ویران کرد و مردم زیادی را کشت، بر سر کشاورزان هم بلای زیادی آورد. این قشر جامعه که مردم را با مواد غذایی تامین میکنند حالا برای رفع عاقبت های زمین لرزه دست آستین برزدند ولی میگویند که به کمک علاوگی بیچاره خواهند شد. ادامه موضوع در گزارش طاهر سفر. این رخنه ها فقط یک آثار زمین لرزه در یک باغ ولایت ایدلیب است که شهر و ناحیه هایش را هم ویران کرد. محمد طالب دیبا دهقانی سوریگی هنوز هم ضرری را می شمارد که زمین لرزه و باغ و کشتزارهایش رساند. یعنی هذا الدمار الهائل یک دهقان تنها خودش نمیتواند این ویرانی های زیاد را برطرف کند، زیرا برای پر کردن این رخنه ها و کندن درختان چپه شده تکنیکای کلان به مثل تراکتور یا بولدوزر ضرور است. به رفع این عاقبت های زلزله ما کشتکار کردن نمیتوانیم. یعنی هذا الشجر كله بده شيء اذا بدنا نشتغل هالشغل هذا. زلزله همچنین سربندها را ویران کرد. آبخیزی به وجود آورد، درختان میوه را هم زیر آب کرد. زمین های حاصلخیز و کشتزارها هم زیر آب ماندند. این منطقه که رودخانه آسی از آن میگذرد تامین کننده اصلی ولایت ایدلیب با مواد غذایی است. یگانه ولایت که آشوبگران سوریه در دست دارند. و سد امحردی مما ادى الى ارتفاع او تدفق میاه نهر العاصی بغزاره. رخنه‌ها در درهات و سدهای رودخانه آسی سبب زیر آب ماندن کشتزارهای وسیع شد. شمال و غرب سوریه زمین‌های حاصلخیز کشاورزی و آبی زیاد دارد. از اینجا منطقه را با مواد غذایی تامین می‌کنند و اینجا برای امنیت غذایی حیاتاً مهم است. هذه المساحه على تزويد المنطقه المحرره بالعديد من المحاصيل الغذائيه. حالا کشاورزان از نارسایی مواد غذایی و بالاروی قیمت‌ها میگویند. بلای دیگری که بر سر مردم بی خانمان گشته از زلزله اضافه شده است. محمد طالب دیبا سعی دارد کار را در کشتزارهایش از سر بگیرد ولی مثل دهقانان دیگر برای آن پول ندارد.
مثلا وقود مازوت مشان ما غله‌دانه فروخته مواد سوخت و نوری های مینرالی می خریدیم، اما در زمین لرزه همه را از دست دادیم و امکان مالی برای شروع دوباره کار نداریم. فهذا الامر هلا خالص. درختان هم آسیب دیدند و وقتی کشت و کار هم می‌گذرد. والله خسائر يعني اذا بدي احكي لك اياها كبيره يعني عندي. من آنقدر ضرری دیدم که حسابش گم. حاصل 4 هکتار زمینم امسال از بین رفت. همین زمین منبع روزی عائله ما بود. دیگر نیست. خودتان می‌بینید که زمینم ویران شد، تمام درختان پژمرده شده. دهقانان ادلیب میگویند اگر کارشان را به زودی از سر نگیرند بلای دیگره، یعنی گرسنگی به سر مردم آسیب دیده از زمین لرزه می آید. نمایندگان حکومت طالبان ضمن همایش در شهر سمرقند بار دیگر وعده‌های خود درباره تهدید نکردن به کشورهای منطقه را تکرار کردند. مولوی امیرخان متقی وزیر کارهای خارجه حکومت طالبان اطمینان داده است که اجازه نمی‌دهند قلمرو افغانستان بر ضد کشورهای دیگر استفاده شود. وعده که پیشتر نیز از زبان مقامداران طالبان صدا داده بود، ولی فعالیت گروه‌های تندرو در افغانستان نگرانی کشورهای منطقه را زیاد کرده است. متقی در نشست سمرقند گفت به عهدشان پایبند هستند که هیچ فرد یا گروه اجازه ندارد خاک افغانستان را ضد کدام کشور منطقه یا جهان استفاده برد و یا دست به قاچاق مواد مخدر از افغانستان زند. در نشست سمرقند که روز 13 اپریل آغاز شد، وزیران کارهای خارجه ازبکستان، چین، پاکستان، ایران، تاجیکستان، ترکمنستان و روسیه اشتراک دارند. شرکت‌داران همایش بار دیگر به تأسیس حکومت همه‌شمول در افغانستان تاکید کردند، ولی گروه طالبان که 1.5 سال باز قدرت را در افغانستان در دست دارد میگوید که حکومتشان همه‌شمول است. بیوروی فدرالی تفتیشاتی آمریکا یک نظامه 21 ساله را با اتهام پهن کردن سندهای مخفی بازداشت کرده است. به نوشته روزنامه نیویورک تایمز، بازداشت شده جی تیشر، یک کارمند بخش اکتشافی قوای هوایی گارد ملی در یکی از ایالت‌های آمریکا بود. بر اساس اطلاع پیشکی، نظامی جوان سندهای مخفی را با دوستانش در چت پهن کرده است. دادستان کل آمریکا گفت نظامی جوان به مصادره غیرقانونی معلومات مخفی متهم دانسته می شود که به مدافع ملی علاقمند است. نسخه های سندهای دولتی که درباره کار همه روزه نظامیان آمریکایی گواهی می دهند ولی در مظهر عام نشر نمی شوند، اول ماه اپریل در صفحه های توییتر و تلگرام کانال های نزدیک به حکومت روسیه گردش می کنند. این سندها از تاریخ 23 فوریه تا 1 مارس را در بر می گیرند و حداقل یکی آنها در بالایش اشاره بسیار مخفی را دارد. بخش یک روزه تاریخ را همکارم خیرامان بقازاده تقدیمتان می کند که مهمترین تحولات تاریخی در روز 14 اپریل را فرا میگیرد. 14 اپریل سال 1951 در دوشنبه اکادمی علم‌های تاجیکستان تأسیس شد که اولین پرزیدنت این مؤسسه علمی نویسنده و دانشمند معروف صدرالدین عینی گردید. مؤسسه مهمی علمی و تحقیقاتی برای رشد علمی شوروی در بسیار ساحه‌ها از جمله طب، کیمیا و بیولوژی، ادبیات و زبان تاجیک، ستاره شناسی، کشاورزی و غیره خدمت کرده است. این مؤسسه هم چون یک ستون مهمی ساختار شوروی تحت تاثیر ایدئولوژی حکومت عمل می‌کند. 14 اپریل سال 2014 دادگاه عالی تاجیکستان با یک قرارش گروه دولت اسلامی و سازمان جبهت النصره را سازمان‌های تروریستی و ممنوع شده در خاک تاجیکستان اعلام کرد. این زمانی بود که خبرها از پیوستن ده‌ها شهروند تاجیکستان و اعضای عائله‌های آنها به این گروه فعال در قلمرو سوریه و عراق رسانه‌ای می‌شد. تاجیکستان برای شرکت شهروندانش در جنگ‌های خارجی مجازات سنگین تعیین کرد و بعد این ده‌ها نفر با این اتهام پشت پنجره رفتند. مقامات گفتند نه کمتر از 2000 شهروند تاجیکستان در هیئت داعش در خاورمیانه کشته شدند. 14 اپریل سال 1916 در شهر قوقند آهنگساز معروف شوروی سلیمان یوداکوف تولد شده است. اسم او چون مؤلف آهنگ گیمن تاجیکستان شوروی و بعداً سرود ملی تاجیکستان صاحب استقلال در تاریخ موسیقی تاجیک ثبت شده است. این آهنگ با متن ابوالقاسم لاهوتی سال 1944 ایجاد شد و بعد سال 1997 با متن گلنظر کلدی نو کرده شد. او 74 سال عمر دید و سهمش را در رشد موسیقی تاجیکی بی‌نظیر ارزیابی می‌کنند.
صبح امروز در بانک‌های تجارتی تاجیکستان 100 دلار آمریکایی 1090 سومانی و 1000 روبل روسی باشد به 133 134 سومانی برابر است. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، این آخرین برنامه نوید در هفته روان بود. ما روزهای شنبه و یک شنبه برنامه خبری نداریم، ولی شما می توانید در روزهای استراحت هم خبرهای تازه را از سامانه رادیوی آزادی با نشان azadi.org و صفحه های ما در شبکه‌های اجتماعی پیدا کنید. تا هفته بعدی، خدا نگهدارتان.